ولی محمد باقیов سرور عبدالشکورов هر دینا از تاجیکستان و ولی محمد از ترسانزاده است ولی محمد از جبار رسولov و سرور عبدالشکورov است شهر ترسانزاده سرور سبزپوش است پهلوانی که دلشاد گوریف را در مرحله نیمه نهایی شکست داد به این دور آمد و ولی محمد باقیов عارف دودов را شکست داد فینال راه یافت بعدم با پهلوان شهر ترسانزاده حرکت‌های سرور عبدالشکورов زیادترند ولی محمد در کاخ زرافشان تمرین میکند و همده صفت تمرین هایش را ببینیم و تجربه کم بوده‌اش اما خوب نشان داد داور که ولی محمد با آن تجربه کمی مسابقه های بین‌المللی‌اش نگاه نکرده فشار آورد و سرور آگاهی گرفت
وقت بخوری غالیبی وزنی تا 65 کیلوگرمی نخستین مسابقه بین المللی اوید و کشتیگیری که بخشیده به جشن بین المللی نوروز در شهر پنجکنتی بوستان برگزار گردیده ایستاده است. پهلوان تاجیکستانی عبدالشکور سرور عبدالشکور